أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل الوضوء، یعنی باب در مسئله فضیلت طهارت کردن چه فضائل و چه فضیلت های با خودش دارد. این باب را درس گذشته شروع کردیم، چند حدیث اولش را گرفتیم و امروز باشد دوام همین باب را خواهیم گرفت از حدیث 1027. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین زیر حدیث 1027 میگوید وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، هنگامی که طهارت کرد بنده مسلمان یا هنگامی که طهارت کرد بنده مؤمن، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیئة نظر الیها بعینیه مع الماء. پیغمبر میگوید پس وقتی که میشوید رویش را، فغسل وجهه، پس زمانی که میشوید انسان طهارت کننده رویش را، خرج من وجهه، بیرون می شود از روی انسان طهارت کننده، کل خطیئة نظر الیها بعینیه مع الماء، یعنی همه خطاهایی که نظر الیها، یعنی نگاه کردگی باشد به چیزی حرام، بعینیه، با دو چشمش، یعنی هر گناهی را که با دو چشم انجام دادگی هست وقتی که طهارت میکند پس بیرون میشود از روی اون انسان همه خطاهایش، مع الماء، همراه آب، یعنی هر آن خطایی که با چشم کردگی بود همراه آب میگه بیرون میشود. او مع آخر قطر الماء، یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بیرون میشود خطاهایش با آخرین قطره آبی که از رویش میفراید، از رویش میچکد. یعنی این فضیلتی طهارت که انسان وقتی که رویش را میشوید هر گناهی که با چشم انجام دادگی بود الله سبحانه و تعالی اونها را می آمرزیده است، الله سبحانه و تعالی اونها را می بخشیده است. فاذا غسل یدیه خرج من یدیه كل خطیئة كان بطشتها یداه مع الماء او مع آخر قطر الماء. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس هنگامی که میشوید بنده مومن دو دستانش را، غسل یدیه، هنگامی که میشوید دو دستانش را، خرج من یدیه، یعنی بیرون میشود از دو دست اون انسان، کل خطیئة، همه خطاهایی که کان بطشتها یداه، یعنی اون خطاها را انجام دادگی بود دستانش، بطشه یعنی قپیدگی بود اونها را دستانش، یعنی که هر گناهی که با دستش انجام دادگی بود وقتی که دستانش را در طهارت میشوید بیرون میشود همه گناهان اون خطاهای کردهش، مع الماء، همراهی آبی که از دست اون انسان میفراید، یعنی وقتی دستاش که میشوید گناهانش میریزد و میبراید. او مع آخر قطر الماء، یا گناهانش میگه میریزد با آخرین قطره آبی که از دستش میچکد، یعنی هر گناهی که با دست انجام دادگی بود اون گناهان آخرین گناهش با آخرین قطره آبی که از دستش چکید با اون بیرون میشود. فاذا غسل رجلیه خرجت كل خطیئة مشتها رجلاه مع الماء
او مع آخر قطر الماء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت فاذا غسل رجلیه، پس هنگام میشوید انسان طهارت کننده دو پایهایش را، وقتی در طهارت پایهایت را میشویی، خرجت کل خطیئت، بیرون می شود همه خطاهایی که مشتها رجلاه، یعنی رفت است به اون خطاها پایهایش، یعنی آن گناهانی را که به پایهایش انجام دادگی بود، وقتی که پایهایش را میشوید آن گناهان می براید مع الماء، همراه آب، همراه آب گناهان بیرون می شود. او مع آخر قطر الماء، یا بیرون می شود با آخرین قطره آب، با آخرین قطره آبی که از پایش می چکد و از پایش می افتد، با اون گناهانش می براید. حتی یخرج نقیا من الذنوب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت تا اندازه ای را که، یعنی نتیجه آخرش این می شود که بیرون می شود این انسان نقی، بسیار انسان پاک و تازه از گناه، دیگه گناهش نمی ماند. من الذنوب، از گناهان پاک و پاکیزه می شود، تازه می شود. زیرا که وقتی رویش را می شوید، گناهانی که با چشم انجام داده بود اونها می رفتند، اونها نابود می شوند. وقتی که دستانش را می شوید، گناهانی که با دست انجام داده بود اونها نابود می شوند. وقتی که پایهایش را می شوید، گناهانی که با پای انجام داده بود اونها نابود می شوند. پس این فضیلت طهارت است. ببین که چقدر فضیلت بزرگ دارد طهارت گرفتنی که انسان طهارت میگیرد برای نماز، یا خود انسان طهارت میگیرد برای نماز نافله یا که برای هر عبادتی که باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 1028 و عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتى المقبره فقال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، عنه یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر اینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اتى المقبره فقال، آمد میگه یا رفت به قبرستان و پس گفت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت به قبرستان پس گفت السلام علیکم دار قوم مؤمنین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت سلام برای شما ای ساکنانی که در این دیار زندگی میکنید از قوم مؤمنان، یعنی که اون قبرستان اون مؤمن هایی که هست، پیغمبر آن مؤمن ها را سلام داد. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که و انا ان شاء الله بكم لاحقون، گفت هر آینه ما یعنی زمانی که الله سبحانه و تعالی خواسته باشد به شما لاحق هستیم، یعنی پیوست شونده هستیم، به شما پیوست خواهیم شد، یعنی ما هم نزد شما میاییم، ما هم میمیریم، ما هم میرنده هستیم. و دید تو ان قد رأینا اخواننا، و دید تو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که دوست داشتم ان قد رأینا اخواننا، هر آینه من واقعا میدیدم برادرانمان را. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت دوست میداشتم من که هر آینه میدیدم برادرانم را. قالو، اصحاب گفتن، یعنی صحابگان همراهش بود، همراه پیغمبر. پس صحابگان گفتن اولسنا اخوانک یا رسول الله، آیا ما گفت برادران تو نیستیم ای رسول الله؟ ما صحابگان برادران تو نیستیم ای رسول الله؟ قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت انتم اصحابی، گفت شما یاران و دوستان من هستید، شما صحابگان من هستید. و اخواننا الذين لم یأتوا بعد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت برادرانمان که نآمده اند هنوز، یعنی تا به هنوز نیامده اند، یعنی که آن مؤمن هایی که بعد از پیغمبر می آیند، ما و شما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخوانونا گفتگی است، برادرانمان. زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که و اخواننا الذين لم یأتوا بعد،
یعنی برادرانمان که هنوز نیامدن، یعنی اون کسانی که بعد پیغمبر می آیند و پیغمبر را باور میکنند و ایمان میارند و سخنان پیغمبر را قبول میکنند و پیغمبر را از همه بالا میدانند، دوست میدارند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها را گفت هنوز اونها نآمدند. قالوا، اصحاب پرسان شدند، کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول الله؟ گفتند، صحابگان گفتند که ای رسول الله، کیف تعرفو، چطور تو میشناسی من لم یأت بعد، کسانی که هنوز نآمدن، یعنی تو ندیدهشون ای رسول الله، چخیل اونها را میشناسی؟ من امتی که یا رسول الله، از امتی تو هستند و تو اونها را ندیده ای رسول الله، چطور اونها را تو میشناسی؟ فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلة بین ظهری خیل دهم بهم الا یعرف خیله؟ پیغمبر مثال زد، گفت ارأیت، یعنی فکر شما چی است؟ چی اعتقاد دارید؟ چی برداشت میکنید؟ لو ان رجلا له خیل، اگر که گفت یا مرد اسبای دارد، گله اسب دارد، غر محجلتون، اون اسبش یا اون گله اسبش غر هست، یعنی که پیشانیاش قشقه است، پیشانیاش سفید است. محجلتون یعنی پایهاش، 4 پایه اسباش سفید است، پیشانی اسب سفید، 4 پایش سفید است. بین ظهری خیل دهم بهم، در بین شتران سیاه و رنگهای خاصی در قرار بگیرد. دهم و بهم بعضی میگن عادش یعنی که رنگهای سیاه، یعنی که شترایی که پیشانیش سفید است و پایهاش سفید است، در بین گله سیاه سرش بودی. الا یعرف خیله، پیغمبر گفت که آیا صاحبی آن شتران پیشانی قشقه و پایهای سفید دار، آیا شتراش اسباش نمیشناسه؟ آیا اون کسی که اسبش پیشانیش سفید بود، پاچش سفید، پایهای 4 پاش سفید بود، آیا صاحبش در بین این اسبای سیاه اسب خچه نمیشناسد؟ البته که میشناسد، زیرا که اسبش یک علامتی واضح و روشن دارد. قالو، صحابگان گفتند بله یا رسول الله، گفتند بله رسول الله، یعنی این طور باشد انسان اسبش میشناسد، زیرا که اسبش پیشانیش سفید است و 4 پاش سفید است. قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که فانهم یاتون غرا محجلین من الوضوء، پس هر آینه همون برادران ما، یعنی همون مؤمن ها، همون مسلمانانی که بعد از پیغمبر می آیند و با پیغمبر ایمان می آورند، پیغمبر گفت که اونها یاتون می آیند در روز قیامت غرا محجلین هستند، پیشانی هاشون سفید است و پای ها و دستاشون سفید است، من الوضوء، از اثر طهارت کردن، از نشانه طهارت کردن، اون آثاری وضو هست در پیشانی و در دستا و پایهای اونها. و انا فرطهم علی الحوض، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که من پیش آنها ایستادم در نزد حوض، یعنی پیغمبر میگه من در نزد حوض می ایستم، در نزد حوض کوثر می ایستم و اونها چیکار میکنن؟ اونها می آیند که به همین شکل هستند. و انا فرطهم، یعنی که من پیش اونها هستم، علی الحوض، یعنی در نزد حوض من پیش اونها می باشم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این حدیث بزرگ همچنین دلالت میکند به فضیلت طهارت کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت امتانش را از آثار و از پی طهارت کردن میشناخته است که جایی را که در طهارت میشوی اونجا سفید میشده است و نورانی میشده است. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیثی 1029 و عنه، باز از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا، رسول الله گفتند آیا شما را من راهنمایی نکنم بر چیزی که یمحو الله به الخطایا، یعنی محو میکند، میبخشد الله سبحانه و تعالی با وی خطاها را.
و یرفع به درجات، و الله تبارک و تعالی درجات انسان را، درجات انجام دهنده اون کار را بالا میبرد. پیغمبر گفت آیا من شما را با این راهنمایی نکنم؟ قالوا، اصحاب گفتن بلا یا رسول الله، گفتن بله ای رسول الله. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اسباغ الوضوع علی المکاره، اسباغ الوضوع یعنی که تکمیل کنید، پره کنید طهارت را، علی المکاره در حالت سختی ها و در خنکی ها و در گرمی ها و در حالت سخت و دشوار هستید، شما طهارتتون را پره بکنید. و کثرت الخطا الى المساجد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که و همچنین بسیار کنید قدم هایتان را وقتی به سوی مسجد می روید. وقتی به طرف مسجد می روی قدم ها را میده میده گذار تا اینکه عددش زیاد شود و کثرت الخطا شود، یعنی بسیار شود قدم هایی که الى المساجد می گذاری، به سوی مسجد رفتن می گذاری. و انتظار الصلاة بعد الصلاة، و انتظار شدن نماز بعد از نماز، یعنی نماز خواندی اگر یگان کاری ضروری نداشته باشی انتظار شو، نماز بعدی را همچنین بخوان و بعد ببرا. انتظار شدن برای نماز هم بسیار فضیلتی بزرگی دارد. فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که پس این هست جهاد، پس این هست جهاد. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم به چی درجه گذاشتن این عملها را، یعنی که کامل و پره طهارت کردن در حالتهای سختی و دشواری را و قدم زیاد گذاشتن به سوی مسجد و انتظار نماز شدن بعد از نماز را پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس این هست جهاد، پس این هست جهاد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 1030 وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال، یعنی که از ابو مالک اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که الطهور شطر الایمانی، پیغمبر گفتن پاکیزگی نصف ایمان است. تازگی و پاکیزگی و منزه بودن و انسان آلفته بودن انسان گفت نیمی ایمان هست. پس طهارت کردن از جمله همون پاکیزگی ها است که انسان خودش را پاکیزه میکند و سبب نصف ایمان انسان را بودن دلالت میکند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است و قد سبق بطوله فی باب صبر، این حدیث مفصلا در باب صبر گذشتگی است، یعنی این حدیث طولانی است، دراز است، میگه که در اونجا مفصل با تفصیل پره در باب صبر این حدیث رو ما خواندیم. اکنون میگه و فی الباب حدیث عمرو بن عبسة رضی الله عنه السابق فی آخر باب الرجاء، میگه در همین باره هست، یعنی در باره فضیلت طهارت است، حدیث عمرو بن عبسة رضی الله عنه که گذشت در آخری باب رجا، امیدواری به رحمت الله، امیدواری به رحمت الله تبارک و تعالی، این حدیث میگه گذشت، اون میگه دلالت بر فضیلت طهارت میکند. و هو حدیث عظیم مشتمل على جمل من الخیرات، و همون حدیثی عمرو بن عبسة میگه حدیثی بزرگی است، در بر میگیرد علی جمل چندین مسئله های از خیرات، چندین مسئله های نیک، چندین مسئله های اجر و پاداشدار و مسئله های باثواب را در اون حدیث میگه در بر میگیرد. اون حدیثی که در آخر باب رجا خوانده بودیم، حدیث عمرو بن عبسة رضی الله عنه. خب بعد از این حدیث آخرین حدیث این باب، حدیث 1031 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، یعنی که از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده، میگوید
ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء. پیغمبر میگوید که هر یکی از شما یتوضأ طهارت میکند، فیبلغ پس تکمیل میکند طهارتش را، یبلغ او فیسبغ. یبلغ و یسبغ هرش به یک معنی است به توجیه، یعنی که تکمیل و پره و کامل کردن میگن. پس میگه طهارتش را پره و کامل میکند. ثم قال، پس پیغمبر گفت، یعنی هر کسی گفت طهارتش را پره میکند، پس پیغمبر گفت اشهد ان لا، ثم قال، پس همون انسان طهارت کننده میگوید، همون انسانی که طهارت کردگی است، همون میگوید که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یعنی این ذکر را میکند، این دعا را میگوید، یعنی اشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدهم این که نیست معبودی بر حق بجز الله، وحده، الله به تنها معبودی بر حق است، لا شریک له، الله در بر خود شریک ندارد، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله است و پیغمبر الله است. گفت هر کسی طهارت میکند پر، بعد از پر طهارت کردن گفت همین دعا را میگوید، همین دعا را میکند، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانیه یدخل من ایها شاء. مگر اینکه، یعنی چی فایده میبیند از گفتن این دعا؟ فتحت له، کشاده میشود برای این انسان، برای گوینده این ذکر که بعد از طهارت این ذکر را میکند، ابواب الجنه ثمانیه، یعنی 8 دری بهشت براش کشاده میشود، 8 دری جنت براش باز میشود، یدخل من ایها شاء، پس این انسان داخل جنت میشود از هر دری بهشت که بخواهد، از هر دری جنت بخواهد از همون در داخل جنت می شود. ببینید فضیلت طهارت کردن و بعد از طهارت این ذکر را کردن چه بوده است. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. و زاد ترمذی، و امام ترمذی در این دعا زیادتی کردگی است. میگه بعد از اونی که میگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بعدش میگه بگوید که اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. میگه این دعا را بکند بعدش، یعنی که طولانی ترش بکند. معناش چنین است: اللهم اجعلنی من التوابین، یعنی ای بار الها بگردان من را از جمله توبه کنندگان، از جمله کسانی که توبه میکنند، از جمله کسانی که استغفار میکنند. ای الله مرا از همون جمله بگردان، از همون طایفه بگردان. و اجعلنی من المتطهرین، ای بار الها بگردان من را از جمله پاک شدگان، از جمله پاک ها بگردان من را، ای الله تبارک و تعالی. میگه این دعا را علاوه کند در آخرش. این روایت ترمذی است. اما امام مسلم فقط همون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله روایت کرده است. پس اینها دعاهایی هستند که بعد از طهارت کردن گفته می شود. پس این فضیلتش است که 8 در جنت برای گویندهش باز می شود، از هر کدامش که بخواهد داخلی جنت می شود. پس این بود درس امروزمون. بعد از این باب فضل الاذان، باب در مسئله فضیلت اذان، اذان گفتن چی فضائل دارد و خود اذان معناش چی است و چی فضائل دارد و چی بزرگی ها دارد. ان شاء الله درس آینده خواهیم این باب را بیان کرد. پس درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.